پروردگارا، قرآن کریم را بهار دلهایمان و نور سینه‌هایمان و برطرف کننده غمهایمان و نابود کننده ناراحتی‌هایمان قرار بده. پروردگارا، یادمان بده آنچه را از قرآن نمی‌دانیم و یادمان بیاور آنچه را از قرآن فراموش کرده ایم. پروردگارا، تلاوت قرآن را در منتهای ادب و اخلاص، خشوع و تواضع و زیبایی، آنطوری که تو دوست دارید و میپسندید و راضی و خوشنود میشوید، در طول شب و روز نصیبمان بگردان. پروردگارا، این قرآن عظیم الشأن را مایه استقرار، آرامش و انس دلهای بیقرار و پریشان و مضطربمان قرار بده. پروردگارا، این کتاب آسمانی مقدس خودت را سند زندگی و حجت و هدایتگر و پیشوای ما به سوی هر خیری قرار بده. پروردگارا، ما را و تمامی برادران و خواهران مسلمان و دختران و پسران و نور چشمان و تمامی دوستانمان را قرآنی و ربانی بگردان. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. اللهم انت المقدم وانت المؤخر. پروردگارا، تو اولی که قبل از تو چیزی نیست و تو آخری که بعد از تو چیزی نیست و تو ظاهر و آشکاری که آشکارتر از تو چیزی نیست و تو باطن و اندرونی که ماورای تو چیزی نیست. پروردگارا، ما را در قافله اهل ایمان و عقیده و علم و عمل صالح و دعوت به سوی تو و خدمت به خلق استوار و ثابت قدم و پیشتاز بگردان. پروردگارا، ما را از کفر، شرک، کبر، حسد، ظلم، فسق، فجور، فساد و نفاق حفاظت بفرما. پروردگارا، به تو پناه میبریم از اینکه ظالمی یا فاسقی یا منافقی روزی در ما طمع کند که در صف او باشیم. پروردگارا، استعداد و هوش، درک و فهم و شعور ما را بالا ببر و افزایش بده و فکر ما را پویا، خلاق، مفید و مثبت بگردان. پروردگارا، افکار و نوایای ما را نسبت به همکیشان و هم نوعان خوب و مثبت بگردان و انصاف و احسان را در تعامل با آنها عنایت بفرما. پروردگارا، ما را چون باران رحمتی برای همه بندگانت، مسلمان و غیر مسلمان قرار بده تا بدون تبعیض بر سر همه بباریم و همه را نوازش کنیم و نگاه خوب، اخلاق، تعامل زیبا، خیرخواهی و دلسوزی صادقانه و رحمت و شفقت و مهربانی را نصیب من بفرما و ما را از نگاه و قضاوت بد و خصمانه و خشونت نجات و رهایی بده. پروردگارا، دوستان، همنشینان و مشاوران عالم، حکیم، با درایت، با تجربه، صالح، مصلح و ناصح و دلسوز را در کنار ما قرار بده و برای ما حفظ بفرما و روز به روز به تعدادشان بیفزا. پروردگارا، به تو پناه میبریم از علمی که نفعی ندارد و از قلبی که خشوعی ندارد و از عملی که مقبولیتی ندارد و از دعایی که به درگاه تو اجابت نمی شود. پروردگارا، به تو پناه میبریم از این که با این همه ظرفیت و استعداد بنده عاجز، ناتوان، سست و تنبل، ترسو، کمکار، بخیل و ناکارآمدی باشیم. پروردگارا، ما را از جمله بندگان خالص، مخلص، فداکار، ایثارگر، شجاع، بانشاط، با حوصله و خدوم بگردان. پروردگارا، ما را و فرزندانمان را سربازان و مجاهدان جان بر کف خودت و راحت قرار بده. پروردگارا، ما را به وظایف و مسئولیت‌هایمان آشنا بگردان و ما را وظیفه شناس و مسئولیت پذیر بگردان. پروردگارا، فرزندانمان و فرزندان و جوانان امت محمد صلی الله علیه و سلم را هدایت کامل و سالم و صالح و مصلح بگردان. پروردگارا، دلهای ما را
پروردگارا دلهای من را به تو میسپاریم. پروردگارا تو باغبان دلهای من باش و با بوته های قرآنی خوشرنگ و خوشبو دلهای من را به بوستان قرآنی تبدیل بگردان و با آب زلال ایمان و عقیده و عشق و محبت خودت آن را سیراب بگردان. پروردگارا در این شبهای پرفضیلت افکار من و دلهای من را با کلام روحانی و نورانی خودت نوازش و نورانی و روحانی بگردان. پروردگارا تو فرمان روا و سلطان بلا منازع دلهای من هستید و بر دلهای من هم با عشق و هم با خوف تسلط دارید. پروردگارا عشق و خوف ما را خالص برای خودت بگردان تا عزیزی در دلهای من از تو عزیزتر نباشد و عظیمی در دلهای من از تو عظیمتر نباشد و تا بتوانیم هر عزیزی و هر عظیمی را فدای تو که عزیزترین و عظیمترینی بکنیم. پروردگارا ما همه بندگان توییم و هر سه توحید تو را باور و قبول داریم، هم توحید ربوبیت و هم توحید الوهیت و هم توحید اسما و صفات و بر هر سه توحید تو را بندگی می کنیم. پروردگارا تو رب العالمینی و نیازی به عبادت و بندگی ما ندارید، اما از این که به ما اجازه دادید تو را عبادت و بندگی کنیم بی نهایت سپاس گذاریم و از تو تشکر می کنیم. پروردگارا استقامت و تداوم و پایداری بر بندگی را عطا بفرما. پروردگارا ما تمامی نامهای پاک و زیبای تو را و همچنین تمامی صفات والا و برتر تو را باور داریم و با آن نامها و صفات تو را صدا میزنیم. پروردگارا افکار و باورها و زندگی ما را سراسر پاکی و زیبایی قرار بده ای زیباترین زیبایان و ای پاکترین پاکان. پروردگارا شیطان را از سرمایه های امت اسلامی که جوانان عزیز، دختران و پسران و نور چشمان ما باشند ناامید و مایوس بگردان. پروردگارا پدران و مادران ما را حفظ و غریق رحمت بگردان. پروردگارا علما و دعوتگران مخلص را حفاظت و مزید توفیق عنایت بفرما. تجار و اهل خیر را برکت و دل بزرگ و توفیق انفاق مرحمت بفرما. حکام و مسئولین ممالک اسلامی را به راه راست هدایت و توفیق عدالت و خدمت به رعیت را نصیبشان بگردان. آمین یا رب العالمین. پروردگارا در این شب‌های حساس پایانی ماه مبارک رمضان هر عزیزی، برادری یا خواهری ما را توصیه و سفارش به دعا کرده. پروردگارا حاجت‌هایشان را روان و مشکلاتشان را آسان و آرزوهای معقول و منطقیشان را اگر صلاح دونستی برآورده بگردان و همه ما و آن عزیزان را خاتمه به خیر بگردان. پروردگارا زندگی کریمانی که بندگان نیکت را وعده دادی، پروردگارا زندگی کریمانی که بندگان نیکت را وعده داده بودی نصیب ما بفرما و ما را بعد از خودت مایه امید به زندگی کریمانه برای انسانهای نیازمند و ناامید در